با سلام و درود خدمت شما دوستان گلم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. هستم در خدمتتون. میخواستم که یک بیوگرافی کوتاه از خودم بهتون بدم تا بهتر و تا حدودی با من آشنا بشین عزیزانم. من اسم هنریم رها هستش و متولد مرداد هستم. لیسانس ادبیات دارم. علاقه زیادی به کارهای مد فشن داشتم و دارم. برای همین بیشتر سالهای زندگی خودم رو به کاری که علاقه داشتم مشغول بودم و مدرک طراحی لباس رو دارم و بیزینس اصلی من طراحی لباس هست و مفتخرم که با چندین طراح معروف به صورت حرفه‌ای همکاری میکنم. اما در کنار طراحی لباس من علاقه خیلی زیادی به متافیزیک هم داشتم، البته از سن خیلی کم، و توی چند تا مرحله مختلف هم فعالیت کردم، مثل در انجام رونیک، انجام کدهای کیهانی، پاکسازی انسدادها، چاکراها و توی دوره‌ای که چند سال پیش دیدم، البته ایران نه، توی کشور دیگه، تونستم آموزش‌های لازم رو توی این کار ببینم. البته از اونجایی که حس ششم فوق‌العاده قوی دارم که محبت پروردگار هست، نمیگم که از اول درون من بوده، محبت پروردگار هست و من هم تونستم که یکم حالا روش کار بکنم و قوی ترش بکنم. در آموزش متافیزیک هم خیلی موفق بودم و عاشق تفسیر کارت های تاروت، پاسور و تفسیر قهوه هستم که اصلا کلاً اعتقاد دارم که تمام تفسیر اینها یک دنیای متفاوت داره و من هم از انجام این کار واقعاً لذت میبرم. در کل تمام ما انسان ها اگر بخوایم غرق در کاری بشیم و زیاده روی بکنیم و عادت کنیم و وابستش بشیم، خب به همون آسیب میزنه، مثل آب خوردن بیش از اندازه، خوراک بیش از اندازه خوردن و هر کاری حتی ما ورزش هم که بیش از اندازه انجام بدیم به همون آسیب میزنه. ولی من فال انرژی خوانی رو یک نوع مشاوره میدونم و میدونم که اگر اون شخص انرژی خوان، اون شخصی که برای شما کار فال انجام میده، برای شما کار انرژی خوانی انجام میده، اگر مثبت باشه، فرکانسش بالا باشه، حسش قوی باشه، هیچ گونه انرژی های منفی رو به سمت شما روونه نمیکنه. چه بسا که بعد شما احساس خیلی آرامشی بهتون دست میده. و اگر اون شخص علمش رو هم که داشته باشه و شهود بالایی داشته باشه، خب بیشتر میتونه تو این زمینه راهنمایی بکنه و در نهایت شما یک حس فوق‌العاده عالی رو تجربه میکنید. جدا از بحث خرافات که در حال حاضر با دنیای امروزی دیگه خیلی ها درگیر خرافات نمیشن و آدم هایی که توی مسائل خرافه‌گری هستن خب خیلی دورتر شدن و واقع بینانه تر به مسائل نگاه میکنن. ولی فال، انرژی خوانی و هر نوع کاری که مربوط به اینجور چیزها مسائل باشه کاملا تفننی خوبه، برای مشاوره خوبه و زمانی که شما کسی رو ندارین باهاش درد و دل کنین، کسی رو ندارین که ازش مشاوره بگیرین، میتونین با شخصی که انرژی خوانی خوبی انجام میده، شهود بالایی داره، این کار رو انجام بدین و لذت ببرین. گاهی موقع ها ما تمام شرایط رو داریم، یعنی بیزینس خودمون رو داریم، کارهامون رو داریم، ولی احساس میکنیم که تو اون کارها سنگینی هست، احساس میکنیم اونجور که باید پیش نمیره. میایم چی کار میکنیم؟ میایم از علم یه سری اعداد استفاده میکنیم، مثل کد کیهانی، مثل اعدادی که میتونیم بر حساب اسم شما طراحی کنیم و انجام بدیم و به شما تحویل بدیم و شما بتونین ازشون استفاده کنین و فقط هم از طریق علم اعداد هست و متافیزیک، نه چیز دیگه. و خیلی موقع ها هم خب دوستان کلافگی هایی دارن، انرژی های منفی دارن، بر اساس شرایط، محیط، جامعه، خانواده
یه سری اتفاقاتی میفته که انسدادهایی توی چاکراها انجام میشه و قبلا هم در مورد چاکراها براتون کامل توضیح دادم، ولی باز هم قصد دارم در مورد چاکراها بعدها براتون توضیح بدم که بدونین چقدر مؤثره تو کل زندگی ما. و خیلی موقع‌ها شما میاین انتخاب میکنین پاکسازی چاکرا و این خودش باز هم یک علم خاصی داره که کنار شمتراپی هست و به امید پروردگار میخوام خیلی کامل اصولی دونه بدون اینها رو به شما آموزش بدم و شما بتونین برای خودتون پاکسازی انجام بدین در لحظه‌ای که حالتون بده، کلافه‌ین، گرهی توی کارتون افتاده، بتونین این انسدادها رو از خودتون دور کنین که کاملا هم اصولی هستن و اصلا جزو خرافات نیستن به هیچ عنوان و خیلی ها ازش استفاده میکنن. و همونطورم که بهتون گفتم خودم هم علم این کار رو دارم، آموزشش رو دیدم، تجربه خیلی زیادی دارم و از سن 17 سالگی با شهود کاملا بالا و حس ششم کاملا قوی تا الان که در خدمتتون هستم بهترین آموزش ها رو دیدم و تجربه زیادی در زمینه فال، ذهن‌خوانی، انرژی خوانی و تفسیر کارت ها، تاروت، قهوه و غیره رو دارم. البته که ادعایی در این زمینه ندارم، کاملا ایمان دارم که آدم‌های فوق‌العاده قوی روی دست همدیگه خیلی زیاد هستن و ما استادهای خیلی بزرگی داریم، ولی نسبت به کار خودم کاملا واقفم. همیشه توکل به خداوند بهترین نتایج رو از دوستانم و اطرافیانم دیدم و باز هم عرض میکنم محبت خداوند به من هستش. اما در اینجا باید بهتون عرض کنم که انرژی خود شما خیلی مهمه. یعنی شما از صبح که بیدار میشین تا شب هر ساعتی که میخواین برین استراحت بکنین، کل زندگی شما رو فقط انرژیه که نگه میداره، اما انرژیه که راه درست رو به شما نشون میده و حتما در مورد انرژی با هم دیگه صحبت میکنیم و راهکارهای فوق‌العاده قوی براتون میگم که بتونین ازش استفاده کنین، انرژیتون رو بالا ببرین، فرکانستون رو بالا ببرین و بهترین نتایج رو بگیرین. دوستان خوبم، اگر که هر گونه مواردی که براتون خیلی مهمه و جای سوال داره و دوستانی راجبش صحبت کنیم و آموزشی داده بشه، لطفاً با من در تماس باشین، به هم دایرکت بدین، توی واتساپ و تلگرام برام پیام بذارین، خواسته هاتون رو برام بذارین، من میتونم اینا رو میخونم و در اسرع وقت راجبش با همدیگه صحبت میکنیم و راهکارهای درست رو براتون اینجا میذارم. هم توی پیجم هم توی یوتیوب در خدمتتون هستم. امیدوارم که روزهای خوبی رو کنار هم سپری کنیم. آدما زنجیروار و هم وصلن و یک تایمی قراره که کنار همدیگه قرار بگیرن. خودمون انتخاب میکنیم که کنارشون بمونیم، به ما انرژی خوب میدن، یا نه انرژی ما رو میگیرن، ما رو کلافه میکنن، باید رهاشون کنیم. امیدوارم که بتونم حس خوبی رو به شما بدم، در کنار شما باشم و دوستان خوبی برای هم باشیم. منتظر نظراتشون، حتی انتقادات شما دوستان هم هستم. هر کاری هم که از دستم بر بیاد برای عزیزانی که نمیتونن یه سری شرایط رو برای خودشون انجام بدن، من به صورت کاملا اصولی براشون انجام میدم. امیدوارم که در پناه حق همیشه خوشبخت، سعادتمند، سلامت و ثروتمند باشین دوستان گلم.